سلام دوستان، کاویان کریمی هستم، مشاور املاک رسمی در اونتاریو کانادا. امروز میخوام یه خونه رو تو اینیسفیل بهتون معرفی کنم. این خونه که پشت سر من میبینید یه خونه بسیار خوش ساخت و خوش نقشه است. این خونه 4 تا اتاق خواب در قسمت اصلی داره و 2 تا اتاق خواب در بیسمنت داره. بیسمنتش فینیش هست، بسیار پرنور هست و خونه بسیار خوش ساخته. این خونه کاستم میت هست و 5 سال هست که ساخته شده. بریم با هم داخلش رو ببینیم. میریم داخل خونه رو بهتون نشون بدم. این خونه خیلی جذابه. شما میتونید تعدادی از مهموناتون رو اینجا پذیرایی کنید با ویو بیرون. غذاخوری و آشپزخونه که آشپزخونه واقعا کیفیت ساخت خوبی داره. تا آخر عمر میکشم ناز چشاتو، دیوونه بازی کردم من تو. این قسمت هم لاندری هست که لاندری هم بسیار قشنگ چیدمان شده. یه مستر بدروم این قسمت هست. این میز توالت بسیار جذاب. همینطور این خونه یه دونه واکینگ کلازت داره تو قسمت مستر بدرومش. این یک اتاق دیگه که این اتاق هم کمد داره، کمد دیواری داره. اتاق بعدی که این اتاق هم کمد دیواری داره. این اتاق بسیار نورگیره، بسیار دلبازه و اتاق خوش سایزی هست. قبل از که وارد بیسمنت بشیم یه سرویس بهداشتی دیگه اینجا هست برای استفاده مهمون. یک سالن بزرگ اینجا داره و یه اتاق کار که هم نور نسبتا مناسبی داره و هم فضای مناسبی. دیوونه بازی کردم من تو رو راضی کردم، حالا دیگه مال منی دور سرت بگردم، بدون تو میمیرم من. این قسمت کولد روم هست. این هم اتاق زیر پله هست. کردم حالا دیگه مال منی دور سرت بگردم، بدون تو میمیرم من بی تو غرق دردم. در خونه هم که باز میکنیم و خارج میشیم از خونه، این فضای بسیار عالی، این خیابون آروم و فضای سبز بسیار قشنگ میبینیم. درایوی هم همونطور که میبینید جای 8 تا ماشین داره. دیوونه بازی کردم من.